یکی از تصاویر تلخی که توی سالهای گذشته شاید همه ما دیده باشیمش اینه که یه روزی همه بار و زندگی و خاطره و ظرف و طرح و نقش و لپتاپ و عکس و میریزی توی چمدون و شاید برای همیشه از ایران میری. لحظه سختیه، مخصوصا برای کسایی که ترکشون میکنی، نه برای خودت که داری میری تلاش بکنی. به این واقعیت رو نگاه کنیم، همه ما یک امنیت خاطر، یک آرامش، یک آسایش توی ایران داشتیم و خیلی وقتا به خاطر اینکه به دنبال یه زندگی بهتر باشیم گذر کردیم، پا گذاشتیم روی همه اون امنیت و آسایش. تجربه خود منم همین جوریه. من 2 بار تا الان خارج از ایران زندگی کردم. یک بازه زمانی 2-3 سال تو مالزی بودم. الانم چند سالی هستش که تو دبی دارم زندگی میکنم. ولی خب تفاوت داره دیگه. سری اول دانشجو بودم، هدفم این بود که بعدش برم مثلا یه کشور دیگه‌ای که یه سری داستانه اتفاق افتاد، موضوعات خانوادگی داشتم، بعد برمیگشتم ایران. و این بار دوم الان خب خیلی متفاوت هستش با همسرم و فضا کلا متفاوت هستش. مدل و نگاه کردنم به دنیا عوض شده و یه سری تجربه‌ها دارم که بعد ندونستم امروز باهاتون شیر بکنم. چند روز پیش داشتیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم و این رو از من پرسید که حالا من میخوام مهاجرت بکنم مثلا اروپا، دقیقا باید انتظار چی رو بکشم؟ میخوام برم کار کنم؟ هزار تا سوال دیگه. همه این سوالایی که تون به مغز آدم راه خودشونو پیدا میکنن و میان روی زبون آدم اگر آدم خیلی نتونه خویشتن‌داری بکنه. و این دوستمونم از من پرسید که حالا من باید چی کار بکنم، دنبال کار چجوری بگردم، اصلا اونجا زبانش چجوریه، خونه کجا بگیرم، همه اینا. گفتم بهش که ببین من 3 تا توصیه میتونم بکنم واسط که این 3 تا رو به نظرم باید به عنوان لنز و عینک برای خودت داشته باشی و اگر با این 3 تا دیدی به نظر من میتونی مسیر خودتو پیدا بکنی و بری جلو. اگر نه با فیلترهای دیگه دیدی یا همین سوالا همش تو سرت مدام میشد، شاید یه خورده پیچیدگی و اذیت و گرفتاری داشته باشی. اینا تجربه‌ای منه، الزاماً درست نیست و من کور بشم اگه بخوام کسی رو نصیحت بکنم. این 3 تا این شکلی هن. اولیش پذیرشه. ببین کسی که از ایران خارج میشه به دنبال یه زندگی شاید بهتر میگرده، قطعا یه سری چیزا هم واسش بدتر. از قرمه سبزی مامانت که شاید نتونی بخوری، تا چیپس چیتوز موتوری که شاید نتونی پیداش بکنی، تا دوغ آبلی و همه این نوستالژیایی که داشتیم، تا کوچه، خونه، کافه، دوست، مهمونی، دور همی، دور خیابون و همه اینا ممکنه بهت هجوم بیاره و باعث بشه که فکر بکنی که توی یه دنیایی داری زندگی میکنی که متعلق با اون نیستی و دنیای جدیده داره پست میزنه. اما من توی هم تجربه اول هم تجربه دوم سعی کردم یه چیزی رو دنبال کنم به اسم پذیرش. شاید واسه یه سری آدم‌ها خیلی سخت باشه که مثلا غذای شرق آسیایی بخورن یا توی اون فرهنگ خودشونو ببینن یا مثلا میگم زبان عربی بخوان یاد بگیرن یا خیلی چیزای دیگه. شاید یه سری از آدما هستن که همون ایران رو توی یه کشور دیگه برای خودشون بازسازی میکنن. برنج ایرانی، ترشک، لواشک، ترشی، شنبلیله، قرمه سبزی، فال حافظ، باربیکیو کردن، کباب درست کردن آخر هفته ها و همین اون چیزایی که توی فرهنگ ایرانی هستش و محترمم هست. منم خیلیاشو دوست دارم. منتها احتمالاً وقتی بخوای اون فرهنگ ایرانی رو توی یک کشور دیگه واسه خودت پیاده سازی بکنی، اذیت میشی. هم باعث میشه که میکس نشی توی اون کالچر، هم همیشه اذیت بشی. از بو، از صدا، از رفت، از آمد، از رانندگی، از خوردن، از نشستن، از برخاستن و همه اینا ممکن منزجر بشه. چیزی که من بهش میگم پذیرش میتونه کلید حل همه اینا باشه. باید بپذیری و بتونی ادغام بشی. موضوع دوم مقایسه هست. توی دی ان ای ما اینجوری هک شده که ما چیزهای بد رو فراموش کنیم، حادثه های بد رو فراموش کنیم، تروماها رو فراموش کنیم، سختی ها رو فراموش کنیم و بعد از یک مدتی از یک چیزی که شاید خیلی خوب هم به اون نگذشته، خیلی راحت هم نبودیم باهاش، یه سری خاطره رنگی و باحال یادمون بره. بازم میگم این توی دی ان ای ماست و کاریش نمیتونیم بکنیم. به خاطر همینه که ما همیشه خود بعد از مهاجرتمون رو
با یک خود قبل از مهاجرت مقایسه میکنیم و خیلی وقتا اینجوریه که یک تصویر شادتری از اون چیزی که واقعا بوده برای خودمون متصور میشیم و این شروع خودخوری، با خودت صحبت کردن، مقایسه کردن خودم با خود گذشتم و همه ایناست که هیچ نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی نداره. تازه مقایسه یک مسیر دیگه هم داره. خیلی از ماها این شکلیم که فلانی رفتش آمریکا خوشبخت شد، یا فلانی رفت گینه بیساو بدبخت شد، یا فلانی رو ببین الان تو ترکیه چقدر خوش میگذرونه، یا فلانی رو ببین همیشه تو دبی داره استوری میذاره. در صورتی که زندگی آدم‌ها از پشت لنز اینستاگرام و فیلترهایی که هستش الزاما شاید دیده نشه. خاطر همین توصیه میکنم مقایسه رو خودتون با خودتون انجام بدین، با حال حاضرتون و آینده. و نکته آخری که به ذهنم میرسه این هستش که آدما برای خودشون مهاجرت نمیکنن، عمدتاً برای نسل بعدیشون مهاجرت میکنن. پس اگر توی این مسیر داری پا میذاری، به این فکر کن که نسل بعدی چه اتفاقی واسش میفته، چون خودت که آلردی بگاه رفت و اگر به اینجا نمیرسیدی که اصلا به این مهاجرت شاید فکر نمیکرد. اینا لنزایی هستش که من با خودم همیشه دارم موقعی که دارم یک نفری که مهاجرت میکنه رو نگاه میکنم و شاید زندگی خودم رو هم همینجوری نگاه میکنم. من نمیدونم 6 ماه دیگه شاید اینجا باشم، شاید نباشم، شاید ایران باشم، شاید مریخ باشم، واقعا نمیدونم. ولی وقتی دارم نگاه میکنم سعی میکنم با این 3 تا لنز نگاش بکنم و سعی کنم درک بهتری ازش داشته باشم. اولیش پذیرش، دومیش مقایسه و سوم برای نسل بعدی. من حامد نیاوندم، دمتون گرم. این یک اپیزود دیگه از نو فیلتر بود. مرسی از اینکه گوش میکنید و دوست دارم ببینم، بخونم، بشنوم که در مورد این پادکست چه نظری دارید. مرسی از همتون، تا اپیزود بعدی.